یا مراتب چیندن قاش گناه کبیره هست. همین مسئله قاش چیندن است که حداقل هم بسیاریش رو میبینیم دوستان. تو همین چند یکی دیدیم قاش میچینن دوستان و میگوین که شوهر اجازه دهد. درست است؟ چیندن قاش گناه کبیره است، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند زنی که قاش خودش را میچیند یا اینکه زنی که همچون قاشچین فعالیت میکند، اینا را لعنت کردند. و هر شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند و هر عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند یا دعا کردند که الله او را لعنت کند گفتن، این دلالت به گناه کبیره بودن آن میکنه. یعنی گناه خرد نیست. یعنی که یا مراتب چیندن قاش گناه کبیره هست. بنابراین کسانی که قاش میشن رازگی شوهر شود، یعنی هم شوهر به لعنت گرفتار میشد، رازگی به گناه است. رازگی شوهر وی حلال نمیکنه مادامی که الله حرام کرده است، بلکه گناهکار میشد برای راضی شدنش به گناه.